سلام دوستان، درس امروزه ما فرمولای سوم یا اینکه با زبان انگلیسی سم. در اینجا نامگوی محصولات ها را نوشتیم. در ستون ب باشد نرخ‌هایشان را. در اینجا برای شما طرز نوشتن فرمولا را نوشتم. مثال برای نوشتن فرمولا، برای استفاده بردن از فرمولا پلوس یا اینکه برابر استفاده میبریم. پلوس سوم دکمه تب رو زیر میکنیم. حجره هایی را که سومشان را برآوردن میخواهید انتخاب میکنید. یک بار دیگر دکمه تب رو زیر میکنیم. نشان میدهد 485 سومانی. اگر درس به شما پسند آمده باشد لایک گذاشتن و ابونه شدن را فراموش نکنید. باقی در امان الله.